میگوید به کوهها امر شد که در بالای یکی از کوههای شما من با حضرت موسی ابن عمران صحبت میکنم. چگونه که خداوند در قرآن هم یاد میکند و کلم الله موسی تکلیما، ما با موسی صحبت داشتیم در بالای کوه طور و تمام کوههایی که در اطراف این کوه طور بود که خیلی قوله های بلند داشتند، خدا امر کرد که در بالای یکی از کوههای شما من حضرت موسی را میبرارم، با او صحبت میکنم. هر کوههایی که قوله های بلند داشتند آنها گفتن البته ما بلندی در بلند هستیم، البته به البته حضرت موسی بالای ما میبراید و با ما صحبت میکند. مگر بر خود فرو شد طور سینا. حضرت مولوی میگوید که حضرت کوه طور که خیلی خرد بود، نظر به این کوههای سرفراز و این سربلند که خیلی خرد که بود، و چیکار کرد؟ نیم لایق براز حق تعالی. گفت من لایقم ندارم که بالای من حضرت موسی براید و خداوند در بالای من با حضرت موسی صحبت کند. اینقدر کوههای بلند ماندگی نخواد که حضرت موسی در بالای من آمده و خدا با او در این بالای من صحبت کند. یعنی خودش خیلی چیکار کرد؟ پس شمارید، خیلی خودش را حقیر گرفت، یعنی خاکساری خودش نشان داد. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نقدر سوزیم. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چخیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها. اینا شکر خدای نرفتیم اومدیم. اینا میز داکمنت هم یه ماشین قطعی رفته اومدگی. همین ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیاین این تلفنو پراویر کنه میکنن، یا گم چه پراویر کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه دا دو جوده من کردن، دا داکمنتوشو ندیدم. ما ماچه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ هم قبل داکمنت واشه نکرده بودم. اینا همین کارت رفتم اومدم بیس پرابلم هم یه ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچت نچت هم آشنا بود. شخصانی که زوب داره، زوبتون ورم میکنه، عصبتون دا دست وید میکنه، زود عصبانی میشه. بسیار ای همین لیچنیای 2000-3000 سومانه شدین و شما یک گیاه پیشنهاد میکنیم که از 13 نمود علف تیار شدگی کاملا طبیعی و بی خیمیکات میباشه. میخواین همین چیز رو دسترس کنین. برای دسترس کردن این گیاه طبیعی در شبکه پروفیل رقم های ما میشه یا اینکه در کامنتاریا زوب نویسید. حضرت مولوی میگوید زی پستی دید اون نوری تجلی، منور شد زی نوری حق تعالی. حضرت میگوید مادامی که وای خودش که پس گرفت، خیلی خودش حقیر که شمارید، خداوند همه حالت در آدم خاکسار و آدم عادی را دوست می‌دارد. در حال حضرت موسی را امر کرد بالای کوه طور برآور. این کوههایی که قوله‌های خیلی بلند داشتند آنها را یک طرف گذاشتند و بالای کوه طور برآمد. حضرت موسی با پروردگار راز گفت. از این خاطر اگر شهرت طمع داری، رفیقی بید مجنون شو. شاعر میگه میخوای که شهرت در روی دنیا بلند شود، اگر شهرت طمع داری، رفیقی بید مجنون شو که او هرچند بالا میرود سر بر زمین دارد. میگه شما اگر خواهین خاکساری را یاد گیرید، رفیقی بید مجنون شو. همین مجنون بید بینید، اگر نوده های او را راست کنید چند قدر بلند است، لیکن هرچی بالا می رود باز همون نوده هاش به طرف پایان مایل هستند. هر کسی می خواهد که شهرت پیدا کنند میگوید با همین بید مجنون برای او درس است. الحال میگذاریم به سوال ها که خیلی سوال های زیاد است. برای شما انشاءالله جواب های اینها را خبر میدهم. السلام علیکم حاجی محترم، من یک نفر مخلص دائمی شما. من به شما سؤال دارم و از شما التماس دارم که با سؤال من خود همین جمعه جواب گردانید. در ناحیه واسع زنی هست که دائم در اطاعت خدا است و میگوید که گویا در خانه‌اش فرشته ها
از جمله بیبی فاطمه زهرا و بیبی عایشه صدیقه فرآمدند. وقتی که آدمان زیارت میروند در وقت سجده گویا نور به چشم آنها نمایان میشده باشد. وقتی که من رفتم در یک خانه پرده هست و در پس آن پرده کرپچه ها انداختند و میگویند که آنها در همین کرپچه ها نشستند. اما دروغ هستند. حضرت بیبی فاطمه زهرا و بیبی عایشه صدیقه اولا از جمله فرشته ها نیست. اینا از جمله فرشته ها نیستند، اینا از جنس آدمند. این دختر پیغمبر و زن پیغمبر است. فاطمهش دختر پیغمبر، عایشه صدیقهش زن پیغمبری خداست. از این خاطر با این نوع زنهایی که این گونه دعواها دارند شما هیچگاه نزدیک نشوین. الحمدلله که امروز خیلی فهمیش شما بلند شدگی است. اگر باز به همین فهمیشاتون شما رفتن نزد همین خیل زنهایی که اینا جن دارن، اینا جنوره هستن، اینا بیمارن، یعنی جن خودش را در همه صورت در آورده میتواند مگر در صورت حبیب خدا در آورده نمیتواند. و این زنم از کجا میداند بیبی فاطمه زهرا چگونه صورت داشت، بیبی عایشه صدیقه چگونه صورت داشت؟ این جنها خودشون در همه صورت میدرارند، آدم گمراه میکنند. از این خاطر پیش اینها نروید. اینا تبابت هم کردن نمیتوانند و با این طریق تبابت کردن هم شریعت ما و شما حرام میداند. ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. خداوند در آن چیزی که حرام است در او شفا گذاشتگی نیست. از این خاطر الحمدلله امروز اینقدر طبیبهای ما وجود دارد. امروز در بین ما و شما اینقدر دعاخوانهایی که از قرآن دعا میخوانند، رقیه ها میخوانند. از اون جمله این دعاگوی مسجد ما و شما مولانا وجود دارد و دیگر برادرها اینجا وجود دارند که از قرآن با قرآن انسان تبابت میکنند. اینها را باور نکنید، نزد اینها نروید، زیرا گناهگار میشوید و همان غیرت مردی شما باور که از بین دور میشود. اینم نوعی از همون حاجت طلب کردن از مزارهاست، مثل همونها هست. چگونه مردم امروز گمراه کردن که بعضی از پیشواهای ما و شما گویا که این مزارها را میبینن و مزارها با اونا صحبت دارن، اون جن هستن، همش بیچاره گمراه میشود. نروید پیش اینها. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، زنها بی مشکل کشا میکنند، درست است یا نه؟ من به همه شما یک سخن میگم، همت آگاه باشین برادرای عزیز. من هر یک سخنی که برای شما میگم وای سند دارد، وای دلیل دارد. من از پیش خود هیچ صحبت کردن نمیتوانم، زیرا این صحبت های مرا تمام جمهوری گوش میکند و در هر یک فتوایی که من برای شما میدهم من در نزد خدا مسئولم، جوابگرم. شاید که من از شما دیده از خدا بیشتر ترسم، شاید. از این خاطر من آن چیزی که میگم فقط برای آبادی اسلام است، برای پیشرو اسلام است، برای بیدار کردن شما است. از این خاطر فقط و فقط مدد از الله پرسید خلاص. نه پیش مشکل کشا روید، نه پیش مزارها روید، نه پیش فلانی روید. هیچ کدام اینها قدرت اینها هیچگاه به قدرت الله برابر شدن نمیتواند. خداوند میگوید من انسان ضعیف آفریدم، انسان ضعیف است خودش. این زنهایی که مشکل کشا میکنن، آخه مشکل کشا فقط پروردگار است و خلاص، دیگر هیچ کس مشکل ما را کشاده نمیتواند. به خدا قسم آنقدر مهر و اعتقاد که شما به همان مشکل کشاها دارین، به همان مزارهایی که دارین، اگر یک نصفی همون را به خدا قسم به الله ببند، همه مشکلاتی تو کشاده می شود. تو یک شب خیز از تحت دل 2 رکعت نماز خوان، یک ساعتی 3 یا 4 شب برای خودت اختیار کن. چه مشکلاتی که داری همه پرابلمات پیش پروردگار ده حواله کن.
میگه ای پروردگارا خود گفتی نحن اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن دیده به شما نزدیک هستم، مادامی که با ما نزدیک باشید من راز دارم، من پیشنهاد دارم. ای پروردگار همین پیشنهادهای مرا حل کن، کنی بین همون مشکلاتی تو حل میشود یا نمیشود. کنی یک تجربه گذرانه، ما هر چی یافتیم از یاردم الله یافتیم و هیچ کس تکیه نکردیم. همه اینا باطل هستند. نه مشکل کشا رویم، از هیچ کس مدد طلب نکنیم، فقط از الله مدد کنیم. من مزارها میگم اینجا برادران نویساندن که حاجی اینقدر مردم از تو ناراضی شده، میلش دنیا ناراضی شود، خدا از من راضی است، پیغمبر از من راضی است. این منبر جایی هست که باید هم از من راضی نباشد. از این خاطر وقتی من مزار میگویم مزارها را درست زیارت کنید. برادرای عزیز، من چندین بار گفتم به شما، ما حضرت امیرجان را دوست می‌داریم، حضرت سلطان ویس قرنی را دوست می‌داریم، ما خاک پای اونها نمیشیم، ما مثل اونها در اسلام تا حال خدمت نکردیم، لیکن درست زیارت کنیم. مهمانا در همینجا حضور دارن، از راحتی آمدن، 20 نفر زیاد هستند، از دیروز همراه ما هستند. خود همینا حکایت کردن، حاجی میرزا نمیگه، اینا حکایت کردن زنی را دیدیم، دو زن با سری لوچ دیوالهای حضرت امیرجان را در دیده هاشون میمالن و بوسه میکنن. آیا همین جایز است؟ همین درست است؟ خطان بها دهید. همون کسانی که از پس ما سخن میکنین گپ میکنین، خطان آیا همین رفتن زن به مزار خودش درست است؟ آیا سری لوچ به پیش حضرت امیرجان رفتن درست است؟ خودتان حکم کنید. و فقط شما در یک صحبت حاجی میرزا شدگی نیستین، هزارها داملا را در صحبت شدگی هستین، شاید از زبان اونها هم شنیده باشین. انشاءالله حضرت امیرجان از ما به نهایت راضی هست، به نهایت راضی هست که ما مردم به راه درست دعوت داریم. برادرای عزیز، باز میگویم خیر احسانتان فقط و فقط برای برادرت کن، برای پدرت کن، برای مادرت کن، برای همسایه های فقیرت کن. امروز حضرت مولانا در دوشنبه ای میاسکم بیند دزیا در اونجا گوسفند میکشن، همین درست است؟ همین میاسکم بینتی که میگویه مثل همون مزار گوسفند کشی ندارد. در کدام جای کتاب هست؟ دوم، زنهایی که فرزندهای خود را میمکانند غسل میکنند یا برای نماز طهارت. مکاندن کودک این نه واجب غسل می شود نه شکننده های طهارت است. کودک که اگر طهارت داشته باشه و کودک شکی مکان باید طهارتش نمی شکند یا برای او غسل واجب نمی شود. نمازش خواندن میگیرد با همون طهارتش. شاید کسی یگان نافهمی داشته باشد که شاید که با مکاندن کودک یعنی فکر کنه که طهارت می شکسته باشد یا غسل واجب می شده باشد. نه، اینها رخ نمی دهد. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا، ما یک گروه سوداگران از دوشنبه بازار سلطان کبیر التماس در حق ما دعا کنید که بنده های گناهگاریم و از گناه های خود پشیمان هستیم و در آخر خداوند ما و شما را از ایمان خارج نکند. در حق ما دعا میکنید. این برادرای سلطان کبیر هم خدا برکت دهد. اکثریت سوداگرهاش برای همین آبادی مسجد ما این یک مبلغی هم روان کردند و دست برادر اکی حاجی آدینه و با نزدیکی هم یک سفر در دوشنبه داشتیم که یک مبلغی کلان از حساب مسجد قرضدار بودیم. الحمدلله که اونجا برادرهای یافت شد، برادرمان حاجی عارف و برادرمان قابل جان، برادرمان علی شیر، برادر دیگرمان اکی خلیل، اینها همکاری کردند و این قرض البته ما کندیم.
یک جا در حق همه اینها دعا کنیم که خدای مهربان دولتشان زیاده بگرداند، گناهاشون خدای مهربان مغفرت بگرداند و به تمام آرزوهای نیک دنیوی اخروی خدای مهربان موفقشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. داملای محترم، من مادر هستم، عبادت میکنم، حج کردم. در سالهای جنگ و جدال از جمهوری قریب 10 سال بیرون بودم. از شوهرم 4 فرزند دارم. وقتی برگشتم شوهرم زن گرفته است. آدمی ناز و با تقوا هست، لیکن من دیگر با او زندگی نکردم. وی فرزنددار هست. سوال: آیا من طلاق طلب کنم؟ آیا در عبادتهای من خلل نمی رسد؟ و من بیان نمایید با احترام یک مادری با ایمان و مخلصی شما. این مادر در دراهای همین جنگی که بالای تاجیکان بود از جمهوری بیرون شده 10 سال وارد تاجیکستان نشدند. حج کردگی آدمی با ایمان بودند. آمدن که الله که شوهرش زن گرفته است. دیگر با این شوهر این زن نیت زندگی ندارد. حتی خواسته است که اگر طلاق طلب کنم آیا در عبادت من یگان خلل زلل پیدا می شود یا نه. پیغمبر خدا می گوید: ایما امرأة صلت خمسها و صامت شهرها و احسنت فرجها. حدیث متن گوش کنین. کدام زنی که 5 وقت نماز میخواند، کدام زنی که ماه رمضان روزه میگیرد، کدام زنی که به زنا نزدیک نمیشود، کدام زنی که حج میکند، اینها را بالا دا میگذاریم. در خبرش این مبتدا بود، خبرش دا میاییم. و اطاعت بعلها، حل کننده ان همین کلمه هست. اگر شوهرش از خودش راضی گرداند چی می شود؟ فلتدخل الجنة من ای ابواب شاء. پیغمبر گفتند مادام حاجی باشد، مادام 5 وقت نماز خواند، مادام روزه ماه مبارک روزه گیرد، مادامی که از زنا خودش نگه دارد و در آخر از همه ضرورتر شوهر از او راضی باشد، وارد جنت شود از هر دروازه‌ای که می‌خواهد. از این خاطر این مادری که اگر از شوهرش طلاق طلب کند، پیغمبر خدا میگوید: ایما امرأة سألت من زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة. اگر کدام زنی که از شوهر طلاق طلب میکند که مرا طلاق ده، هیچ مسئله مهمی در بینشان پیدا نشده است، پیغمبر خدا گو یقین داند همان زن که بوی جنت برای او حرام گردید، بوی جنت به مشامش نمیرسد. اگر چندی حاجی است، اگر چندی 5 وقت نماز میخواند، اگر چندی که زناکار نیست، اگر چی زنی با تقواست، لیکن وقتی که شوهر گو که طلاق کن مرا، الله که بوی جنت به مشامش نمیرسد. از این خاطر از این مادر من چی خواهش دارم؟ همین است که زندگی تا برقرار کن. با که ندارد در این 10 سال نبودن تو این شوهر چیکار کند؟ چیکار کند؟ کدام شوهر در نبودنش عائله خود زن نمیگیرد؟ و زن گرفتن گناه نیست که آخی زن گرفت با که ندارد. باز همون زندگی اوله که داشتین 4 فرزند از شما بوده است، باز همون زندگیتان را برقرار کنین تا که کار شود که زندگی اوله که داشتین 4 فرزند از شما بوده است، باز همون زندگیتان را برقرار کنین تا که کار شود که پشیمانی دیگر برای تو نیاید و وقتی چی
گویم جان کندن و چه حالت قبر و چه روز محشر برای تو نیکی ها پدید آید. انشاءالله اگر تو با این شوهر یک جایه شوی، خدا خواسته باشد به تمام نیکی های دنیا و آخرت میرسی. بسیار مهم است، بسیار. حتی پیغمبر خدا در یک حدیث صحیح میگه ثلاثه لعنهم الله، سه طایفه در لعنت الله هستند که یک تاش کدام است؟ و امرأة باتت و زوجها علیها غضبان، یک زنی که با همراهی شوهر زندگی میکند لیکن شوهر بالای او غضب دارد، یا با همراهی شوهرش قهری هستند، با همراهی شوهرش یعنی معامله خوب ندارند، این زن هم پیغمبر خدا گفتند در لعنت الله گرفتار است. السلام علیکم داملای عزیز، من میخواستم بفهمم که در بر کردن طلا، انگشترین، دستمانه یا زیره یگان ثوابیت دارد یا نه؟ دوم، خویش و تباری که خود پسند باشند با آنها چه خیل مناسبت کردن در کار. سوم، بغیر از ماه قربان در ماه دیگر سفر حج کنی چی می شود؟ چهارم، خوردن سیر یعنی چیزناک چی ضرر دارد؟ از شما منت دارم. این برادر 4 سوال کردن. بغیر ماه قربان اگر کدام انسان سفر حج میکند، حج عمرش صحیح می شود لیکن از حج فرضی واقع نمی شود. یعنی در ماه قربان کسی که اگر حج میکند و حج فرضی هست، لیکن در غیر ماهای قربانم ماها می توانیم که حج کنیم لیکن حج عمره می شود، حج سنتی می شود که این خیلی عبادتش فرقهای زیاد دارد. یعنی عبادت عمره از عبادت ثواب حج فرضی، از یعنی ادا کردن حج فرضی خیلی فرقهای زیاد دارد. از این خاطر این از حج فرضی گویم در غیر ماه قربان اگر صحیح شد، نه صحیح نمی شود، برای که برای حج فرضی ماهای مخصوص خداوند انا همین ماه را انتخاب کردگی است. خویش و تباری که خود پسند باشند با آنها چگونه مناسبت کردن در کار؟ البته مناسبت خود خوب میکنیم، میبینیم که به قدر ما و شما رسیدن، ما و شما تواضع میکنیم، قدردانیشان میکنیم. اگر که میبینیم که تماما به قدر و قیمت ما که نرسیدن، البته چیکار میکنیم؟ باز رفت و آمد ما نه راهاش میابیم. اگر کنده کنیم، باز اگر زلالها پیدا کی شود، از اون در خویش تباری را کندنش خیلی با در شریعت گناه است. این صله رحم وقتی کنده می شود این هم گناه است. برای همین حدیثی که خواندیم جمعه آینده، هر وقتایی میبینید امتهای مرا که تواضع میکنن، تواضع کنین. وقتی میبینید امتهای مرا که تکبری میکنن، تکبری کنین نسبت اونا. در بر کردن انگشترین، یعنی انشاءالله ما در این باب، باز در باب همین خودپسندها و در باب صله رحم اینجا سوال ها آمدگی، باز جواب کامل انشاءالله میگردانم. در بر کردن انگشترین طلا یا دستمانه یا زیره چی ثوابیت دارد؟ یعنی البته ثوابیت ندارد اینها. یعنی برای مرد گرفتن دستمانه، گرفتن انگشترین یا زیره، اینا هم حرام هستند. اینا برای زنها جایز هستند که زنها اگر از اینها استفاده برند. بعضی حکمت هم گفتن که حکمت شمین است که یعنی همه وقت زینت این زن را فقط زیبنده هست. یعنی این طلا که خودش از جمله همون زینت ها که هست، باید که این از زنها استفاده برند. و حتی بعض شارعای حدیث میگویند که کدام مردی که اگر گردنبند طلا دارد یا چله طلا دارد، وای آهسته آهسته چی میشود؟ مجازش مثل زنها میشود. یعنی همون خصلت‌های همون زنم در وجود همین مرد پیدا میشود. و دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید که ابن عباس روایت میکند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى خاتما من ذهب
با یک جوان سلام کردند که دست پیغمبر خدا میگه در انگشتری طلای این جوان رسید. فی ید رجل فنزعه فترحه. حبیب خدا میگه از دست این جوان همون انگشتری را بیرون کردن، فترحه، پرتافتنش. و قال، بعد که پرتافتن چی گفتن؟ یعمد احدکم الى جمرة من نار فیجعلوها فی یدی. آیا شما میخواهید که پاره از آتش دوزخ در دست خود نگه داره؟ و طرف این جوان گفت. فقیل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم خذ خاتمك انتفع به. و حبیب خدا میگه رفت، چله در زمین پرتافتگی. اطراف رفیقاش گفتن، ای برادر، گفت حبیب خدا رفت گیر، گفت چله را از زمین بردار، انتفع به، میلش در دستت نکن، لیکن در یگان کار زندگیت استفاده ببر. این جوان چی گفت؟ این سخن جوان همون جوانهایی که انگشترین دارن یا گردنبند دارن. اگر فکر کنن که همین جوان مردی و همین غیرت است، این غیرت نیست و این جوان مردی نیست. جوان مردی سخن این جوان است که الحال چی گفت به طرف رفیقا؟ والله لا اخذوه ابدا بعد ما طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم به الله گفت دیگر من این چله را از زمین نمی بردارم بعد آنی که این چله را رسول اکرم از دست من بیرون کرد، اینو من دیگر نمی بردارم. این چله طلا داشتن این گناه نیست اگر وای ما در خانه ذخیره مانیم برای یک روزهای بعدمان استفاده بردن، لیکن در دست کردن او یا گردنبندهایی که در گردنها دارن یا ساعتهای طلایی که دارن، اینها را برای مردها استفادهش حرام است، استفاده نکنید. و چهارم سوال کردن خوردن سیر آیا چی ضرر دارد؟ حتی حضرت عمر حکایه میکنند که در بالای منبر حضرت خطبه میخواندند و به تمام مردم میگه در خطبه آگاه کرد که من دیدم که بار پیغمبری خدا نفرانی که پیاز و نفرانی که سیر خورده بودن از مسجد بیرونشان کرد. حضرت عمر گفتند از این خاطر پیغمبرم گفتند من اکل البصل و الثوم و الکراس هم گفتند. این همین چیزهای بدبوی مثل ممکن پودینه باشد، ممکن ترب باشد، اگر اینها را کسی سیر، پیاز اینها را خورد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فلا یقربن مسجدنا فان الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. گفتند پیغمبر خدا که کسی که اگر سیر میخورد، پیاز میخورد، با این بوی بد اگر مسجد خواهد که آید، حبیب خدا گفتن با این مسجد ما نزدیک نشود، زیرا این که ملائکه ها آزار میابند از بوی بد این، چگونه که یک برادری که در پهلوی او نشستگی است آزار میابند. این اگر در پهلوی شما الحال کسی سیر خورده باشد و از پهلوی و شما آزار یابید، تصور کنید که ملائکه ها هم از این جوان است یا از آن موی سفید است آزار میابد از این بوی بد. از این خاطر شما وقتی مسجد آمدنی کشیدید اینها را نخورید. پیغمبر خدا را گفتن چگونه استفاده کنیم چسناک و چگونه استفاده کنیم پیاز را؟ گفتن پخته خورید. گفتن یعنی وقتی شما که پختید و بوی بدی وای می رود، در حالت پختگی خورید وای برای شما درست می شود. و تمام آن برادرانی که در برابر این سیر و پیاز مسجدها می آیید، احتیاط کنید که لباس هاتون بوی نکند. انا همین حدیث پیغمبر خدا دلیل می شود برای تمام آن کسانی که یعنی جورابهای بویناک دارند، و تمام آن کسانی که لباس هاشون بوی میکند، بدن هاشون بوی میکند، و تمام آن جوانهایی که امروز زیر کشهاشون چندگی نیست، جوانها و
موی سفیدهایی که روز جمعه غسل نمیکنین، وقتی شما به نماز جمعه میآیید ملائکه ها از شما نفرت دارن، آزار مییابند. یک کاری کنید که یک جورابه های پوشید که در همون جای پای تو دیگر یک برادر سجده کرده تواند. مسجدها باید جای پاکیزه باشند، جای تازه باشند. شما هم وقتی روز جمعه که می شود سحر همه اسراف ها در امروز راه دادگی هستین. همین 20 درم یک صابون چی است؟ یک بار نه 2 بار بدنهاتون خف کنید، تازه کنید، زیرای کشاتون تازه کنید، زیرا که هر چی اگر شما شویدم لکن زیرای اگر زیر کشتون همون پشم ها که اگر وجود داشته باشد وای خواهی نخواهی وای بوی میکنه. تازه کردن وای سنت است. اگر در پهلوی کدام شما از برادرهایی که همون جوراب‌های بویناک دارن اونها را شما میتوانید که با طریق اولا خبر دهید که برادر آخه این جوراب تا بدر کن، از بوی بدی تو ما دیگر در این پهلوی تو نشستن نمیتوانیم. شما این در قادر هستین و این در حقوق هم دارین. شما